ما از وقتها آمدیم به طرف کارت 4 شهر کابل. از جمله جاهای دیدنی پایتخت دیگه همون تو سلو بریم به پیش دوستان عزیز، ببینیم که چی هست و چی نی دیگه. سلو دوستان برج سلطانی را در تصویر میبینید که همون زیباترین جای کارت 4 دوستان عزیز، همون بلندترینش دیگه همین برج سلطانی هست. بند کرده بود اینجا دوستان عزیز الواحد هایپر مارکت هست. سلام و درود نثار شما خوبان و عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سر و حال باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی به پیش بره. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما از وقتها آمدیم به طرف کارت 4 شهر کابل. از جمله جاهای دیدنی پایتخت دیگه همون تو سلو بریم به پیش دوستان عزیز، ببینیم که چی هست و چی نی دیگه. سلو دوستان عزیز تو به پیش میریم. یکی طرف سرک بگیریم دوستان عزیز، از این طرف زیاد رفتیم دیدیم کارت 4 از این طرف ببینیم. آسمان هم ابری هست، احتمال بارندگی هم گفتن دوستان عزیز، میبینیم که میباره باز یا نی. اینجا بچه ها هستن فوتبال دستی بازی میکنن، اما تو دیگه بازی ها نیست، فقط فوتبال دستی هست دوستان عزیز. میشه چیز دیگه هم باشه ما نیست. این طرف هم دوستان عزیز رستورانت گلکسی هست همراه با رستورانت بخارا. البته دوستان عزیز بخارا دو تا رستوران ما دیدیم، دو نمایندگیش البته یکیش در این قسمت هست و یکیش هم در شهر نو از دان باغ که طرف شورای انصاری بریم در امو قسمت موقعیت داره. طرفم دوستان عزیز در تصویر شمس لندن اکادمی رو میبینین. اون طرف درش سنوکر کلاب فرنس هست، باولینگ هم داره، رستوران هم داره که رستوران فکر نکنم فعال باشه. و اون طرف درش ناب المدینه جوس سوپر آیسکریم و برگر لاس که واقعا همون جوسش نه خوب، برگرش دوستان عزیز نام داره و خوب یک مزام میته. طرف دوستان عزیز برج سلطانی را در تصویر میبینید که همون زیباترین جای کارت 4 دوستان عزیز، همون بلندترینش دیگه همین برج سلطانی هست. در پلستار د سندغار به سرک یا لب دریا دوستان عزیز، سرک بی. یه با سلطانی دوستان عزیز که بسیار بزرگ و زیبا هست. خروجگاه حلیمی، پوشاک استانبول، همش در این بخش دوستان عزیز. الواحد هایپر مارکت هم دوستان عزیز در این بخش شهر کابل اونه موقعیت داره که بالایش هم
الواحد خاور است که یک خاور بسیار بزرگ و مشهور در کارت 4 همیشه دیگه دوستان از سرکشان من نمی‌کنم چرا پس میبینین اون از اون قسمتک سرک بند است. فکر کنم موتر دور میخورد همو بند کرده بود. اینجا دوستان عزیز الواحد هایپر مارکت هست. میبینین دوستان عزیز گیربار عجیبت هم نسبتا زیاد هست. کم کم آفتابم دوستان عزیز دوباره بالا آمد از پشت ابرها. دیگه ببینید که چه وقت میبر روزایی ده دوستان عزیز کلان گفته بارندگی. ببینیم که روزایی چه قسم میشه. کپکیت کی طرف دوستان عزیز در تصویر میبینین. رستورانت ها و بلند منزل ها دوستان عزیز در کارت 4 بسیار زیاد شده. دیگه کارت 4 کلا سایرات جور کرده دوستان عزیز، کوچه هایش سایرات هست و همین بلند منزل ها باعث ازی هم شده که نفوذ کارت 4 هم زیاد شود. طرف هم دوستان عزیز که مارکت بزرگ هست عمده فروشی است البته و این سرک هم دوستان عزیز سرک مسجد شیرشاه سوری هست در تصویر بیننده هستیم. همین در این طرف از دوستان رستورانت طرف فامیلی هال است که مربوط به رستورانت کافتریای شهر کابل میشه. فرانس رستورانت یک در حق زیبایی داره دوستان عزیز. فرانس رستورانت ناحیه سوم گذر 11. طرفمون دوستان عزیز تالار عروسی جدید فکر کنم جور میشه یا قدیمی بوده تازه بازسازیش میکنن دیگه نمیکنم که چیگونه هست. مقصد خورش و به تالار عروسی میمانه. امروز دوستان عزیز تو کارتی 4 خالی هست نمیکنم چرا بر چی دلیل. خوب دوستان نهایت گرامی و عزیز انشاءالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.